got that like you. سلام بینندگان یوتیوب، با شما هستم. باز اهل ایجاد با کانال همکارا میخوایم درس نوبتی رو در موضوع الکتریکا خیلی که درسی گذشتگی نشان داده بودیم. یک включатель сборкой коробкаша جمع коробкаша این درس هم قریب که همون موضوع داریم. نکی چند لامپچکه بعضی هستن که 10 تا 5 تا لامپچکه 3 تا 4 تا لامپچکه را در یک включатель گیرون کردن دا میکنن. اویا در نظر دارن ایجاده فاز راست میوه ایشید پاوزه کی خیلی که گفته بودیم بعضی ها میخوان در لامپچکه در یک включатель چند لامپچکه را پیوست کنن. یگون خینی نداره، یگون جوی چشم بندیش هم نیست. رنگ همون سخیمه پیشینه که ایشید فازه میاد بعد автомат چیلی که در اینجا توفتیسته. اول اساسی میاد در شید автомат دا میوه فازه автомат میبروه коробка دا نولا مایشید میبیوه کلمنیکی نولا بعد روی коробка ایش هم همون سخیمه پیوست کنیم. فازه یا میوه یکم کنتاکت через включатель میگیره دیمش چند لامپچکه که داریم اینجا دا سیمای رنگدار باشه با خوب میشه وقتی مانتاژ. اگر سیمای ابوشنی باشه فازا معین میکنیم. فازا رو عدل چند لامپچکه که باشه 10 تا 5 تا همون خیلی کاری بکنه که سیم برداشت بکنه. همه آبش ماشین چند کیلووات که расход میشه و سیمون برداشت بکنه. نولش هم خیلی پریاموی چند لامپچکه دام باشه همش پریاموی میره پیوست میشه. فازاشون فقط через включатель میگیره. اینم قدر کار یگان چشم بندی نیست، یگان جای خینش نیست. کوشش بکنین که بکنین، یاد بگیرین و باقی خدا حافظ.